مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده با نمایندگان مطبوعات دور همکاری ثمراناک داشته برای پیشبرد فعالیت ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق همیشه از منبر واسطه‌های اخبار عامه استفاده می‌نماید. مطبوعات محلی شهر ترسونزاده تاریخ بیش از 80 ساله داشته رشد و نموی آن بیشتر به دوره صاحب استقلالی راست می‌آید. مکتب مطبوعات شهر ترسونزاده استادان حقیقی ساحه را تربیت نموده است. امروز در جمهوری تاجیکستان بیش از 600 عدد نشریه‌ها عمل میکنند و خود همین نشانه موجودیت آزادی مطبوعات در تاجیکستان است. با استفاده از این امکانات‌ها امروز ساحه مطبوعات فعالیت خوب دارند. در دوران صاحب استقلالی مملکت امروزها در شهر ترسونزاده 3 نشریه، دیار ترسونزاده، الومینی تاجیکستان، هدایت، 2 مجله، نوری معرفت و تیبی بوالی، تلویزیون محلی ریگر، رادیوی محلی صدای آسیا و رادیوی کارخانه وادی دولتی شرکت الومین تاجیک فضای اطلاعاتی شهر را پررو می‌نماید. مطبوعات تاجیکی از سال 912 این جانب البته آغاز یافته تا امروز رشد کرده است. در دوران صاحب استقلالی به یک قله واقعا هم بلند رسیده است و امروز می تواند که مثلا در سطح بین المللی چی توسط سامانه های اینترنتی چی تلویزیونی مثل تلویزیون و توسط مجله و روزنامه های خود البته بیشتر برای مردم واقعیت حال را رسانیده می تواند و این حال هر یک نفر البته مطبوعاتی، هر یک نفر خبرنگار، هر یک شهروند تاجیکستان جهت عملی نمودن همون غایه های سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت البته باید کوشش به خرج بدهد و در این دستاوردهایی که در 30 سال استقلالیت ما به دست آورده ایم برای عالمیان معرفی نمایند. بخشتر بر روز مطبوعات تاجیک از جانب رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده به کارمندان هفته‌نامه و مجله‌های حدود شهر سپاسنامه و تحفه داده شد. ذکر گردید که مطبوعات همچون دستگاه بزرگ اطلاعاتی برای سری وقت به اهالی رساندن اخبار ضروری موقع اساسی دارد. اهل قلم را میباید صلح و امنیت و آرامی و ثبات جامعه، فرهنگ ملی، رسم و آیین‌های مردمی و عنعنه‌های نیک نیاگان را ترغیب نموده در تربیت نسل آینده‌ساز، تطبیق زبان دولتی و تربیت سیاسی و فرهنگی شهروندان سهم ارزنده خود را گذارند.